نگران چی؟ همینجوری عشقی اصلا عشق به فوتبال. چرا ما 1 میلیارد پول بدم تو 1 قرون پول نداده باشی؟ چرا؟ شاهین همیشه شاهینه، حتی اگه بالش شکسته باشه، حتی اگه ناخونای تیزشو بچینی، حتی اگه نوکشو قیچی کنی، وقتی تو آسمون بالاشو باز میکنه همیشه یه ابهت عظمتی داره. برمیگرده. این ماهی رو میبینی اینجوری پوست میکنیم، پوست استقلال هم همینجوری میزنیم. برزیل یه گوشه خاک آبادان بود که طی یه رخداد یه حادثه میره اور دنیا که فوتبال به همه جهان نشون بده. آبادان برزیل. آبادان برزیلته. مدرسه اومدیم اینجا بزنیم. مدرسه پیچوندی؟ آره تعطیله؟ آره. من ثابت میکنم تراکتور 30 میلیون که نداره 100 میلیون داره. چی میبره؟ My name is Changiz Bagheri from Velashan Isfahan. I'm Sepahani. الان نزدیک 63 سالمه. اینا با سنگ ما رو مهمون پذیر کردن که برای ما عقل باد کرده با سنگ. ورزشگاه میخوام واسه ما درست بکنن، 3 ساله دارن لفتش میدن. یه دفعه فرماندار میگه شهردار میگه بودجه میگن این میگه اون، آقا هم هیچی معلوم نیست. مصدوم شده 6 هفته داره میوازه. داشت تحصیل با بود بگو بندازنش بیرون. آبری ما نشتی‌ها رو برده. اون برزیلیه. ما نشتیم غیرت داریم. این جاست که به ما دادن اینجا. این ورزش خدا ما حقمونه ببریم. ما ببریم. چی رو بس میدن؟ تاوان پولایی که گرفتن این بازیکن‌ها. 1000 تومانی این بازیکن‌ها زیاده شد. 1000 تومان هم زیاده شد. مکتب ناصرخان غیرت داره. هر کسی اسم ناصرخان رو نبره. بیاره نابودش می‌کنیم. لیاقت این همه جمعیت رو ندارن. این هم بالای 100,000 تا اومده تو استادیوم. این چه بازی کردن اصلا؟ بعضی موقع می‌بینی یه فضایی پیش میاد که باید سریع گوشا رو بگیرن. یه فضایی پیش میاد سریع گوشا رو شما اوکی. البته بهش گفتم اینجا باشگاه فرهنگی ورزشیه. بعضی از صحبتایی که میشه حالا فرهنگی زیاد چیز نیست. واسه که میگیرم که اون قرمز پوشیده بهش عشق پرسپولیس دادیم. شاید اینا رو بیاریم اینا رو ببینن یه خورده به غیرت بیان. درود. و ما این نشان تو رو نشانی تو رو از تیم گهر میپرسیم که انشالله ما رو به گل برسونیم. گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو این چو اول بهاره سوقه کشت کاره این چو اول بهاره سوقه کشت کاره گل باغ می تو چش چراغ می تو